نورو فیدبک یک روش غیر تهاجمیه و یک نوع تمرین مغزیه که در واقع با کمک دستگاه‌های پیشرفته به افراد کمک میکنه تا مغزشون رو تمرین بدن و اون رو تنظیم‌تر بکنن. با یک مثال میشه این رو توضیح داد، مثل اینکه ما در نظر بگیریم مغز ما شبیه عضله است و نیاز داره که اون رو تقویت بکنیم. نورو فیدبک در واقع یک تمرین برای تقویت مغزه، به این صورت که ابتدا یک سری الکترودها یا حسگرهای بسیار سبک روی سر قرار داده میشن، روی مناطقی که در واقع با کمک نقشه مغزی مشخص شده اون مناطق نیازمند اصلاح و بازآفرینی هست. بعد از اون امواج از طریق یک سری سیمها به کامپیوتر منتقل میشه و در کامپیوتر یک انیمیشن یا یک فیلم در حال پخش هست. اگر الگوی مغزی ما سیگنال هایی رو ثبت بکنه که با الگوی سالم همخوان باشه، این کاراکترها یا یک انیمیشن روانتر حرکت میکنه. اما اگر به گونه‌ای که الگوی مناسبی نباشه و منطبق با اون سیگنال هایی نباشه که مد نظر هست، این کاراکتر متوقف میشه یا انیمیشن متوقف میشه و فرد امتیاز کسب نمیکنه. اینجاست که مغز شروع میکنه به یادگیری، یاد میگیره که چه الگوهایی بهتر هستن تا بتونه اون الگوها رو تمرین بکنه و در خودش تثبیت کنه. در واقع نورو فیدبک برای افرادی که مبتلا به اختلالات نقص توجه و بیش‌فعالی هستند، افرادی که مبتلا به اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس و سایر اختلالاتی از قبیل اختلالات یادگیری، میگرن میتونه کمک کننده باشه. از طرفی در بهبود فعالیت‌های مغزی مثل حافظه، توجه، تمرکز و عملکردهایی که در ورزشکاران نیازمند تقویت هست میتونه کمک کننده باشه. جذابتر این که نورو فیدبک یک روش غیر تهاجمی بدون درد و با بچه‌ها میتونه یک ارتباط مؤثر رو برقرار بکنه، چرا که بازی محور هست و در جهت تقویت عملکردهای مغزی اونها میتونه کمک کننده باشه. بنابراین اگر قرار هست یک عملکرد مغزی منعطف‌تر، آرومتر و متمرکزتر داشته باشیم، از نورو فیدبک به عنوان یک روش درمانی جایگزین میتونیم استفاده بکنیم. برای شروع فرایند ارزیابی و درمان میتونید با شماره‌های زیر تماس بگیرید یا به صورت آنلاین در سایت ما نوبت خودتون رو رزرو کنید. نوین ترین روش‌های نوروتراپی رو با ما تجربه کنید.